یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود غیر از خدا هیچکی نبود. روزی روزگاری 3 تا بره بودن به اسم شنگل، منگل و دسته گل که با مادرشون توی خونه کوچیک زندگی میکردن. یک روز مادر گفت من میرم بیرون خرید کنم، شما هم در روی هیچ کس باز نکنید. یک گرگ بدجنس که اون دور و برا زندگی میکرد دید که بره‌ها تو خونه تنها موندن. این بود که رفت در خونه‌شون رو زد و گفت ای شنگل من، ای منگل من، ای دسته گل من، من مادرتون هستم، در رو برام باز کنید. برا گفتن نه تو مادرمون نیستی، صدای مادر ما خیلی لطیفه ولی صدای تو مثل گرگ بدجنس میمونه. گرگ بدجنس رفت و صداشو مثل مادر بره‌ها کرد و برگشت و گفت ای شنگل من، ای منگل من، ای دسته گل من، من مادرتون هستم، در رو روم باز کنید. برها گفتن اگه تو مادر ما هستی دستاتو به ما نشون بده. گرگ بدجنس دستاشو از زیر در تو کرد و نشون داد و برها گفتن نه تو مادر ما نیستی، دست مادر ما حنایی هست. در نتیجه گرگ بدجنس رفت و دستاشو حنایی کرد و برگشت و دستش رو از زیر در تو کرد و برها این بار فریب خوردن و در رو باز کردن. گرگ بدجنس هم پرید تو و شنگل و منگل رو خورد، ولی دسته گل فرار کرد و رفت یه جا قایم شد. بعد وقتی که مادر برها برگشت خونه، دسته گل همه داستان رو براش تعریف کرد و مادر برها خیلی عصبانی شد و رفت پیش آهنگر و گفت که شاخ منو تیز کن چون میخوام برم با گرگ بدجنس بجنگم. آهنگرم شاخشو تیز کرد و مادر برها رفت جلوی خونه گرگ بدجنس و گفت کی خورد شنگل من، کی برد منگل من، کی میاد با شاخ تیز دعوای من. گرگ بدجنس هم از خونه بیرون اومد و گفت من خوردم شنگل تو، من بردم منگل تو، من میام با شاخ تیز دعوای تو. این 2 نفر با همدیگه جنگیدن. گرگ دندونای تیزی داشت، بره هم شاخای تیزی. بالاخره مادر برها با یه شاخ محکم زد توی شکم گرگ بدجنس و شنگل و منگل پریدن بیرون و با هم رفتن خونه و قول دادن که دیگه هیچ وقت در روی هیچ غریبه‌ای باز نکنن. Yeah, actually this is a folk story which is equivalent of the 3 Little Pigs, except that the Farsi version of it has 3 little lambs. And maybe because of the religious part of it, because you know pig and pork is forbidden in Islam and therefore in Farsi and so on and so forth. And I'm not sure who copied it from the other, which one is the original, the 3 Little Pigs or the 3 Little Lambs. But anyway, this is the Farsi version of it. And as a matter of fact, this is the very first TV theater that I played in. That was done, like I talked about it before, it was done when I was 13 years old, and I acted as the bad wolf in this
story. And I didn't remember the whole story now, and so what I did was that I called my mom this morning and said, Mom, what happens to the three lambs after the wolf says this and that? And then she knew the whole story, and she told me and refreshed my memory of the ending of the story. Anyway,